وقتی فارغ نباشد از این حالتهای دستور داده سرداور و داوران مسابقات امروزه، پهلوانان دیگر را خواهشمندیم که نزدیکتر باشند به میدان بیایند. شنید؟ اما اکنون جایی نظریوف هشتون جای مالی اکای داود جایی ننگ و ناموس در میدان پوشینگ کار رنگ دیگر گرفت. فرهاد رحمت الله بیکوف ناکامی محمد برادر خود را شنید؟ میرزا جلیلوف ناحیه وحش پرداور بحث اینو را درست کنید. به حکیم و فرهاد رحمت الله بیکوف برای رسومندیم. انا اکنون جای ناموس و نقطه نهایی فرهاد رحمت الله بیکوف. حکیم هم خیلی نشد به سرعت بین. همین ترتیب جریان میگیرد. ناکام ناحیه عبدالرحمن جامی میرود، غالب در میدان باقی میماند. سفربک شما حقی ایستادن دارید، اگر خواهش داشته باشید بیو مایلش. مبارزه پهلوانان پگاه در ناحیه عبدالرحمن جامی در دایره چهاربینی های ایدانه نوروز امسال ادامه می‌یابد. همه پهلوانان را در این روز باز هم کمیته تدارکات انتظار است و در دهه چلچه ناحیه تیمورملک روزی 29 مرد چنین ایدی با شکوه آیید به گشتین ملی هنرنمایی سید شاه و پهلوان ناحیه دنغره. فکرم هوا قدر تصفا نیست که هوپا ببخشم چی؟ خلاص کرد با پهلوانان دیگر باری دیگر مراجعت میکنیم که نزدیکتر باشند، علل خصوص اون افرادی که دولت و حق نظر قوازمایشان چی شد نتیجه بخش نیست. سفربک مرادوف ناحیه دنغره طرز جودو خیلی محبوبیت خاصه در میان همتایان خود دارد و باز هم عزیز جان هم چمپیون آسیا در کشور هندوستان در رشته سامبو سال 2019 و عالم افروز عبدالرحمانوف هم
اشتراکی مسابقات قهرمانی آسیا برنده مدال های برنجی مسابقات بین المللی در قزاقستان و کرغیزستان رقابت ها را اکنون ما برادران عزیز توجه میکنیم نتیجهش را و نفری که موفق است همین آیین و رسمی دلسرد و روح افتادن نباشید. همین ترتیب را ما به خاطر نظام جاری کردیم. یک جهان سپاس که به دنقره آمدید. هاپا در گلیم اول هم سفربک با برید هاپا نشد. لحظه باز هم تنتنهی ایدی گشتینی دنقره ایدی گشتینی دنقره هم میگویم لحظه باز هم تنتنهی ایدی گشتینی دنقره که همون بابا کلان 8 سال نکرد کلاچ چه شکر پهلوانانی عزیزی که معرفی کردیم مهمانانی که درجه تخصصی گشتین ملی بلند دارند چون گفتیم برای معرفی حاجت نیست و دوباره خواهشمندیم که به میدان بیاید. فرهاد رحمت الله بکوف بیا همه جا با فرهاد رحمت الله بکوف طلبکار باشد. مرحبا فقط به غالب دوستان عزیز باعث افتخار و سرفرازی است که امروز در ناحیه آوازدار دنقره تمام پهلوانان محبوب کشور برای استقبال این جشن ملی اجدادی ما نوروزی جمع آمدند. امروز هم مقامات اجرایی حاکمیت دولت ناحیه اطمینان داریم که نفر موفق عادلانه و صافدلانه و عاقلانه حکمان نفر پیروز رو معین میکنند. در کار داوری یگان اشتباه و مشکلات به میان نمی آید. همه شما را باری دیگر از نام کمیته تدارکات به ناحیه دنقره خیر مقدم میگوییم. در تنتنه جشن اجدادی ما خیرالله نظری و استاد ورزش درجه بین المللی چمپیون جهان در میان استادان در رشته گشتینی جودو و سامبو یک قدم نزدیکتر باشید. سابق سرمربی تیم منتخب ملی تاجیکستان پهلوان اتحاد جماهیر شوروی محمد داوود آدینایوف خواهشمندم 2 قدم نزدیکتر بیایید. مربی شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان فردی که در 42 سال تاریخ بهروز خواجه زاده را هم به عنوان عالی چمپیون جهان مشرف گردانید. صدرالدین عابدوف هم در اینجا حضور دارم. استادانی حضور شما تنتنه ما را شهامتی دیگر می دهد. امروز هم توصیه داوران به کار شما هم نیازمندی بیشتر دارد. بسیار سرفرازم از تشریفتان. خوش آمدید و تا آمدن خیرالله عزت خدمت نور دیده تاج سر فیض‌الدین تخلص داشت در زمان اتحاد جماهیر شوروی، اما این مخفی است.
بسیار خوش آمدید. شما را اندک نادیده گذاشتیم. در گوشتین ها همه خیر بودید. سلامت باشید. دو فریدون ناحیه یوون، جمشید ناحیه همدانی. شما گذارید با گیلمی دویم. عبدالصمد شمسولویف در ورقه مخصوص ثبت کنید. یک لباس های ورزشی و مجموعی تجهیزاتی روزگار تحفه هر دو پهلوان. پهلوانان یوون، ونج، شهر دوشنبه، وحدت، کلی مهمانانی که تشریف دارید خواهشمندیم به میدان بیایید. دریافت شاه جایزه و اشتر چنین ترتیب در میدان دنغره وجود ندارد. خواهشمندیم پیش از این مرحله باید شما میتوانند میدان داری کنند. و عزیز میرزا جمیل فقط به همین پهلوانان غالب نفران دیگر میتوانند گوشتی گیرند. فقط به همین پهلوان. شهباز تورایوف ناحیه تیمور ملیک. تیمور ملیک کافیز یا کنگر تمیلون کنید. تبسم میکند و میگوید تشکر. جهانگیر مجیدوف پهلوانی که معرفیش کردیم. تشکر به هر دو اقبال و موفقیت. یک قالین 4 و 5 مکافات هر دو در مرحله اول برای کامیابی. دستفشاری برادران نیروسنجی دیگر می شود. مهمانان ونج، پهلوانان دیگر شهر و ناحیه ها را از منطقه رشت تا جای میدان شمشاد عبداللهیوف و دیگر پهلوانانی که هستند خواهشمندم شما غزل و همه این مهمانانی که گفتیم اکنون 10 باره هم شد. عالم افروز ناحیه دنغره بار دیگر خیر مقدم میگوییم. ها بیا امپیو سرت مچانا سرت این جای رکلم که شون جای رکلم آده اوله بیست اوله ایست کنی چی نام داری؟ شاکر از کجا؟ دنغره انیق. قطی کی آمدی؟ قطی تاقت چی نام داره؟ عبدو غفور. در کجا شده که؟ کنی عبدو غفور؟ ها درست؟ تیار شاکر عبدو غفور جون راه گم نکنم. چی نام داری؟ شاکر. یک لحظه هنر نمایی دو غالبه که ما پزمانش بودیم. اما همین هر دو یک نباری دیگر زن بخشی فرهنگ تیار شد. اولی بیست رکلم نیا اولی بیست. ها شاکر جان اما کی در کدام طرف های؟ اینجا این طرف. گیر تشکر. گشتین همین مدینه زیبا کرد. شاکر در گله میدویم در مرحله اول. آفرین احسن به هر دو. تا مدن رئیس محترم موقوف گذاشتیم که هر دو میان نورسان خیلی هم امید بخش ناحیه دنغره شاکر و مدینه از ناحیه واسه.
محترم ناهی مسعود خیلی همالی نظریاف اکایی صدرالدین عابدوف شما استادان معظم تاکتیکا تکنیکا حرکت پرتافت نگاه زخمت فلسفه احترام قوی بودن هر یک حرکت احسنشون بود از کشمکشی هایی که بابای عبدالغفار شلپر شد هنر اینها خیلی افضلی دارند احسن و تشکر دنقرن نتیجه بخش نشد هر دوشان قوازمایشان بر ایزاگی یکدیگر مساوی بدون نتیجه دلخواه خسرو علموف ناحیه شهر وحدت فیروز شهر دوشنبه بس شریف نظریف طلبکار باشد شاکر و مدینه در دور اول شاکر گفتن که این شاکر معرفی دو پهلوان محبوب استاد ورزشی درجه بین المللی جهانگیر با گلمی انا همان مرکز هر دو توجه کنید از نواربردارانی وسایط اخباری اوما خواهشمندیم با مرکز توجه کنم شما برادر عزیز کامرای یکم تیوی ورزش در مرکز کامرای دوم اکرم جان این دو پهلوان نورسی غالب را پیگیری کنید با شریف نظری فقط فاتحه این داده می شود در صورتی که حریفی سزاوار پیدا کنند نشد تشکر آه شاکر احسن بسیار هم هنر والایش تسخیر کننده دلهای هزاران مخلص بود شاکر چه قندات زن احسن به مدینه هم قامت بلندها و بزرگان را شکست داد اما گمان نداشت که این شاکر آمدین تشکر شاکر در حقیقت مهمانان دیگر از ناحیه بنج طور اطلاع داریم از شهر دوشنبه شهر وحدت منطقه رشت پهلوانان خیلی زیادند خواهشمندیم که امروز بسیار مکافات ها ارزندند از آن مرحله اول تو بسا جایزه خیلی اسپرتکل نمیشود اینجا میدونم 10-20 تصوره تو دو تصویر که نبری یکم چیده میمون باز دارتون هم نمیکنیم یک چند کشک ارزشی 1600 سامانه تجهیزات مجموع تجهیزات روزگار در بالای تحفه دوم اضافه مهمانای عزیز پهلوانان محترم خواهشمندیم به مرحله نهایی افرادی که امروز تنتنه نوروز را با برگزاری گشتین ملی شهامت دادند به خاطر انا هنر شما به خاطر قدرشناسی از ورزش های ملی باستانی گشتین ملی در نهایت هم گلمی
سبز تشکر زیاد گلیم سبز پهلوان موفق رو نشون داد. این جمشید قربانوف از ناحیه همدانی است. تقدیر هنرنمایی ابو شهنه و پهلوان دیگر رو هم معلوم بینید. جهانگیر کجا شده؟ جهانگیر و پهلوان تیمور ملک صورت افزای مهارت. شاکر و مدینه شما در مرحله نهایی همین مسابقات علم خسرو پهلوان امیدبخش شهر کولوب حالا دفعه سیوم است که به میدان می آید. توازمایی کنید. هستند پهلوانان ونج ناحیه رودکی شیخ و فریاد کجا شد؟ آنها عادل سفرов یک قندشو نزند. آنا با خپی و خاموشی و آسودگی نمیشود. بابای شریف خیزه کجورا شریف نظریوف شهر کولوب فریاد شیخوف مهمان ارجمند از دهاتی از غلامی ولایت مختار کوهستان بدخشان که باری دیگر قدمت نوری دیده تاج سر دخوفکه یک یختان ارزشش خیلی هم قیمت یک قالین 4 به 5 به هر دو خدا زفر و اقبال دید میدان دنغره را به همون جوانمردیتون زیبا کنید. مردم ها شدیم رکلام نیا پاوزا. این سعید جمال علی مردانوف شنید جمال علی مردانوف شنید اختیاری ها بچه میدان دنغره اختیاری است. کجایی که میره کمتر از 4 تا مکافات. اینجا را اختیار بکنی اینجا را اختیار بکنی. اشتر بود کجا شد؟ هست بود کجا شد؟ هست عبداللایوف هارم محمدیه نظر نگذاشت قدرشناسی عالی کرد چون که مرحله نهایی شما را ما موقوف به همین لحظه گذاشتیم. این شاکر ای خیلی میبینید سقچه جان نازنین یک تحفه شانه به همون فرصت دلخواه گیرید. هر دوتان در حایت کار خیلی هم عالی و شایان. سهراب ناحیه آوازداری پهلوان خیلی تیمور ملک مکافات هر دینو ملیم. یک تم ماشینه جامعشویی یک قالین 4 به 5 به هر دو خداوند ظفر و اقبال و آبرو دهد. مثل حالی که بعد دولت گفتیم شما هم جوان مردانه گوشتین گیرید و میدان دنغره را با همون هنر و متانتتان زیبا کنید. آمین. تشکر. شریف نظریوف شهر کولوب ورزشگر شناخته بدخشان فریاد شیخوف از سمت چپ مکافات هر دوی پهلوان رو معرفی کردیم. زیباگی گوشتینه محبت گوشتینه. من خواهشمندم از هر دو احترام هرچی توجه با گلیم اول. بیا سهراب بیا علی مردانو بیا 6 جوز انا بخلا هر دو هم با متانت با احترام با جسارت قوی گوشتینگیری خود را نشون دهید. سعید جمال علی مردانوف از سمت چپ به هر دو اقبال و آبرو. هر دو هم پهلوانان محبوبند
هر دو هم در احترام و در تجربه نمونه عبرتم. تشکر. استاد ورزش درجه بین المللی پهلوان سرشناس گشتین سنتی مرحبا. مهمان ها هستن از رشت و از بدخشان و از خوتالان شهر دوشنبه. هر کی باشد قدمش نور دیده و شایسته باشد. بسیار باری دیگر خوش آمدید همه مهمانان عالی قدر، دوستان رئیس محترم که امروز بسیار یک فضای جالب رو برای ما برپا کردند. واقعا هم ایدی با شکوه نوروز با دایل کردن این چهاربینی شهامتش نفوذش اولاتر شد. تشکر. فاروق ناحیه دنقره گلیم مرکز گذارید تا آماده شدن شاهرخ امیرخانوف و پهلوان شهر بختر. خوش آمدید برادر قن. یک دقیقه نزدیکتر بیایید. لباساتون پوشید بعد بیاید باز خوبتر. تشکر به سعید جمال علی مردان سهراب محمدیوف پهلوان شهر وحدت. باز هم سپاس به فریدون شهر بختر شاهرخ امیرخانوف با سیاد شیخوف بختر و دنقره نیرو سنجی دارم. تشکر به همه شما. انا میخل ترتیبی قوا آزمایی رفتی میدانداری باید عادلانه و شفاف باشد. هاپا نشد. تشکر. سعید جمال هم خیلی هنری بهتر. سهراب فقط با سعید جلال اگر که جمشید بیا کدوم من داری دیده امکانیت هست. هاپا شمسولایوف نزدیکتر باش. جمشید ناحیه یاون سعید جلال سیدوف. یک تلویزیون پلاسکی ارزشی 3500 سومانه. موفقیت، زیبایی میدان، اقبال و آبرو مردم از هنرنمایی شما جوان مردانه باید خرسند باشند. آمین. از نام رئیس محترم 500 سومانی دیگر بالای تحفه سعید جلال زم گردید. این اقدام را هنرمندان ابرمرد میدان ترسونزاد تشکر. پهلوان خیلی عزیزی میدان های گشتینی ملی ورزشگری محبوب شهر پرزنزاده خیلی عزیزی میدان های گشتینی ملی ورزشگری محبوب شهر پرزنزاده پرتافتی شاهرخ امیرخانوف حلال دادخان قربانعلیوف. این هم ورزشگری خیلی شهرت یار است. از دیگر منطقه ها باشد میدان از دلیران نوروزی ناحیه دنقره دادخان قربانعلیوف. برگزاری مسابقات با نفوذ گشتین ملی گشتینگیری. تشکر به همه شما که قدم رنجه کردید. براستی همه پهلوانان سرشناس تاجیکستان مهمان مردم دنقره، همه شما را خیر مقدم میگوییم. همه آنچه حالا هم در میدان دنقره نیرو میسنجند. شریف نظریوف
فریاد شیخوف از ولایت مختار کوهستانی دولت شاه ناحیه یوگان، سهراب پهلوان محبوبی وحدتی، سید جمال علی مردانوفی تیمور ملیک و واقعا هم ددخان قربان علیوف، بلجان بیکوف ناحیه واسه، سید جلال سیدوف. اکنون یک نفری دیگر باقی موند. کی؟ یک نفر نیست. نزدیک شکر محمد میر محمدوف هستند. تیمور رحیموف، یک کسی دیگر عادل. کنی عادل؟ تشکر زیاد. بلجان دیدم هنرنمایی یکی از چهره‌های خیلی محبوب لاله خان قهار رو پیش نظر اومد. کنی لاله خان قهار خلعتی سفید دارد از کناری راست. با این ورزشگری محبوبی میزبان از ناحیه دنغره ما هم تشکر میگوییم. هنرنمایش در میدانهای خیلی هم خوب دیدیم. هر دو هم سزاوار نیروسنجی یکدیگرند. مکافات یک لباس های ورزشی که ارزشش هم خیلی قیمت است. باز هم دخوفکا توفای دویوم دیدیم اما اشاره که کردم شمسلویف تصدیقش میکند. یک نبار بزرگی که برای روزگار همیشه لازم است. به هر دو اقبال و موفقیت تشکر. داوود و بلجان، سهراب و سید جمال نتیجه رقابتشان معلوم نشد، از یکدیگر جدا میشوند. بالای توفه بلجان و داوود از نام رئیس محترم 500 سومانی دیگر. جوانمردی اعتماد برادری همین است که هر دوتان باید راضی باشید. دست فشورید. خیلی یکی این طرف و دیگر اون طرف نیست. تشکر. خیلی خوب شریان دارد. من عرض تشکر میکنم که امروز بلجان انعای شما رو با موفقانه ادامه میدهد و با این سابقه داران هم ما باید افتخار کنیم و یک کفکوبی صمیمانه هم به خاطر کسی رفت است و میداند، کسی که اینا میداند صمیمانه قرصک میزند. تشکر. بسیار خوش آمدید. ای چار یکش پیدا شد. انا کارو انا کارو منا کار کجا شد؟ کنی سهراب محمدی و پهلوانی وحدتی با سید جمال مسابقهش مساوی شد و عادل میگوید که من با طلبی سهراب آمدم. کنی پهلوانی شهری وحدت سید جمال و سهراب این با صلاحیت کاری ما وابستگی ندارد. شماره رقم های اتومبیل سبکروی که شما گفتید تشکر. و همه شما برای شرکت فعالانه اتون عرض سپاس میکنیم و مقامات اجرایی حاکمیت. این آمو جایزه های ادانه و عالی تأسیس دادند. برای همین اقدام نجیبی را آنقدر درک ندارد. ما احساس میکنیم که دنغره این انعنه واقعا هم به عید حقیقی تبدیل می‌یابد. سهراب اگر باشد عادل برای قوه آزمایی با شما آماده است.
گوشتینگیری تشکر. خوش آمدی فریاد برادر مهربان. شما مهمان عزیزید. شریف جان شما هم مهمانید، اما فریاد اکنون خیلی راهش دورتر است. به این خاطر ما همچون میزبان فریاد دو دفعه خیر مقدم میگوییم. شما هم با صمیمیت خوش آمدید. همه این پهلوانان بلاجان با داوود در این میدان، سیجلال و جمشید در گلیمی سیون. وار در گشتین سنتی مدی اول است. این قدرشناسی با ارزش های بزرگ ملی، مخصوصا رشد ورزش های سنتی باید کاملا رعایت گردد. اما همیشه گشت گیرید. آن از آن حرکت هایی که غیر احترام و نظامان بهترش در میدان هنر نشان دادن لازم. در صورت مساوی خاتمه یافتن رقابت پهلوانان مکافات تأسیس دادن نشده است. این کمال صداقت که البته سفیدی دست قدرشناسی امان از جانب کمیته تدارکات تا این فرصت بود. شما پهلوانان همه انتان شهرتیار و صاحب تجربه خواهشمندم تا با آخر کوشش کنید که نتیجه به دست آورید. از نام سیجلال و جمشید، شریف و فریاد، بلاجان و داوود. خیلی خوب، تشکر به هر دو. از یوان هم پهلوانان جوان و بالیاقت زیادند خواهشمندیم اگر باشند مرحبا. پهلوانان منطقه رشت و شمشاد عبدالله گفتیم. از یوان هم پهلوانان جوان و بالیاقت زیادند خواهشمندیم اگر باشند مرحبا. پهلوانان منطقه رشت و شمشاد عبدالله گفتیم. تیمور رحیم و چند تن پهلوانان دیگر، شکر محمد، میر محمد و ددخان هست طلبگار. عادل سفروف ناحیه خوالین، دده جان قربان علیوف شهر ترسونزاده، عبدالصمد شمسلایوف ناحیه دنغره. خب تشکر، مکافات. خب کار اکنون با جدیت رفت. بیا معلم. خب در مرحله اول یک قالینی 5-4 300 سومانی دیگر بالای قالین. محترم رئیس ای برادرها، شما همین قرصک نزنین از برای دیدار. سامانی دیگر در بالای همان توفازم. شاهی دولت شاه ناحیه یوان، یک یخدان ارزشش 4500 سامانه، یک قالی 2400 سامانه و هر دو وقت اقبال. امین، تشکر. منم که عزیز کجا شد؟ اما یک عزیزی داشتیم در منطقه چپ پهلوانان رو تنظیم درست کرد. مهمانایی که باشند و فقط به همین غالیبا کن دیگه. جمعه خان من میخواستم که شهروخ، فریاد، سهراب اینا به رقیبن آمدن و رفتن.
دادخون از اون طرف آمد تشکر داورانی با تجربه رو ماند عبدالصمد شمس‌اللهیف تشکر و نوروزی با شکوه بین المللی تبریک میگویم و قدومتان خجسته و نوروزتان پیوسته مبارک باشد. فریاد مهمان ارجمند مکافاتی خیلی عالی و بهترین را به نام میگذاریم. این کجا شد معلوم؟ بیاید مالش در صورتی تشکر من شنیدم صدای عزیزت رو گوش کن گپ سری چی های اگر در حدود ناحیه گوشینگی جریان گیرد جماعت به جماعت درست اکنون در ولایت باشد ناحیه به ناحیه درست اما تنتنه گوشتین دنغره نفوذ جمهوریتی دارد برادر عزیز. ولایت به ولایت گوشتینگیران با هم نیرو سنجند خیلی عالی است. این شهامت زیباگی انا فرهنگشون. تشکر به عادل و دادخان قربان علیف با داوود و بلجان با سعید جمال و غزل شاهی دولت شاه خورشید همانا در میدان است. من خواهش میکنم از پهلوانانی که امروز از ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدند از منطقه رشت در اینجا تشریف دارم از شهر دوشنبه از وحدت بیاید برای مکافات های عالی و شایسته به خاطر احترام مردم شما خود را نشان دهید. گوشتین بگیره دیگر نه. بیا مکافات شایانت میمانیم. بیاید تا میدان بیاید کار یکی از فریاد شاید گوش که جورا شاید بی بود و چه تبران همون شترم میمونم خدمان گوشتین میگیردم یا زرگوش میموندم برای گوشتین میگیرم این هم یک شتر میمونم خدا خب بیا اندیشه هاتون خیلی عالی اما نظام میدانداری احترام و این هم فضیلت جوانمردی است. این کار را باید که شما هم انجام دهید. سعید جلال هستم. سعید جلال شاهروخ فروتنی ورزشگر سپاس. خب هست شاهروخ فریاد مرحبا. دیگر پشیمانی سود ندارد. شما نگوید که این طور ما را همین یک دفعه گفتم احترام کردن هر سهشان آمدن. فریاد جانی عزیزی ما خدا به هر دو بخت و اقبال و سعادتیت مکافات یک تاوشتور دیلم واسه گو امین به هر دو خداوند بختوی بودید یک تاوشتور. الله اکبر
در هوپا رکلام ملا سابقه دار گشتین ملی ناحیه دنقره رستم اسکروف پهلوی لاله خان قهار با همه پهلوانانی که اگر در مجموع توجه کنیم از تمام منطقه تاجیکستان امروز ورزشگران در تنتنه عید نوروزی ناحیه دنقره تشریف دارند و واقعا مسابقات سطحی جمهوریوی است. دولتشاه تشکر پوزمایه هر دو هم نتیجه بخش نشد. سلامت باشید. اکای عبادالله شیخوف السلام علیکم برادر به خاطر همه نبربر هم تشکر به همه شما و مخلصان هم یک جهان عرض سپاس برای فراست شایستتان، برای قرصک زنیتان، برای واقعا دوست داشتنی کشتین سنتی کشتینگیری که در همه جا شما فعالید. اگر شما نباشید پهلوانان هم روح و الهام نمیگیرن براستی. تشکر زیاد. فرصتی هنرمندان محبوب در افتخاری مخلصان در دنقره 10 سالهای آخر اکای عبدالصمد شمسالایوف بیگان مبالغه نکی بیگان مبالغه بگو این خیلی گوشتین نبود. همه استاد ورزش درجه بین المللی پهلوان محبوب تاجیکستان از ولایت خوتلان خورشید مجیدوف. من میخواهم جایش در همین میدان به هر دو جوان مردانه عادلانه این آبادی وطن محبوب و ثبات کامل کشور کنیم. قدرشناسی سرور معظم را در سمت تربیه ورزش در عمق دل جا دهیم. حلال دل جا دهیم. حلال
میدان از دلیر است راه افتادن نباش. امروز هم ما برای اشتراکت برای هنرنمایی جالب یک تا یخدانی 4500 سامانه، یک قالینی 4 بسته، یک دخافگاه دیگر. یک جهان سپاس محترم رئیس، 500 سامانه دیگر بالای انا همان مکافات از نام رئیس حکومت ناحیه زم. اما کار ترتیبی درست بعد این مرحله نهایی مسابقه آوازداری دنغره برای دریافت شاه جایزه. انا تپش دلی چند نفر زیاد شده. سجلال عزیز در دنغره پهلوان مردمی شد. تشکر. عزیز بسیار هم میدان با شکوه گشتین دنغره را زینت بخشید. ما به مربی و قبلگاه ایشون که از اطلاع فیض‌الدین امیرشایف زاده دنغره است و بعدا میتوانند در فهرستی مدعیان مکافات عالی شاه جایزه عبدالصمد شمس‌اللهیوف نامشان را ثبت کنند. فردوس و اسرائیل برای هنرنمایی جالبشان تشکر. و گروه ایجادی تلویزیون ورزش که امروز خدمت شایسته کردند اینیکاسی آن را هم فینیش نقطه تشکر. خوب اسرائیل و فردوس کم صورت افزایی مبارزه را مد نظر گذارید. یک دست سرشته کماندی Peş bırak.
صمیمانه و عادلانه اعتراف کردن هنر پهلوان مردمی برای رئیس محترم جهانی سپاس میگویم از نام همه شما دوستان عزیز که حالا خلق دریاست هر چی کرد نگاه و نظری عادلانه و شفافانه شما همین چهره را در دنقره کشف کرد اکنون قسمتی دیگر را بینید برادر عزیز حالا سراسی باشید شما فرد با این پهلوان رو سنجی میکنند که در موافقه با کمیته تدارکات از جهت وزن بزرگی نداشته باشد ای جمال لایقی احسن و تحسین هست میدان نشان میدهد از این قدر شناسی دیگر چیزی دیگری نیست خداوند به هر تو اقبال کرد بخت و سعادت نصیبی فرد شود که در میدان هنرش درخشد آمین الله اکبر و این چهره که در دنقره کشف شد و هنر برم هم نشان بود محترم رئیس خواهش میکنیم با کمال احترام جایزه را شما با پهلوان میدانداری میدانی دنقره تقدیم کنید در تندنده نوروز در ناحیه دنقره خیر مقدم میگوییم حالا سخن خاتمه و تبریکاتی به رئیس حکومت ناحیه رحمان اسلامی دین خیری دین داده می شود و همه شما کامیابی ها روزگاری نیک و خانه آبادی تمنا دارم ҳайати ҳакамон дуруст қабул кардан қарорҳоро ва ҳама бозиҳо ба фикри ман аз рӯи адолат паҳлавони имрӯза ба шумо муваффақият саиҷамон бориҳо таманно дорем азиз бениҳоят ҳаракатлош нағз дидам бисёр як тӯҳфаи шуд наврӯзӣ шуд барои мардуми данғара
мардумӣ ин аз ҳама ба фикрам ки беҳтарин варзиш аст ба фикрам. ин варзиш аст. ҳеҷ вақт дилам муваффақият шудан дар кор нест. муваффақият шудан барори кор. تشکر زیاد باری دیگر به همه شما به همه مهمانان انجمن و ورزشکاران و پهلوانان شهرت یاری که امروز